ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ҳоло гуфтори нӯҳумро аз рӯи китоби адабиётшиноси варзида ва мунаққиди барҷастаи тоҷик соҳиб Табаров зиндагиномаи Садриддин Айнӣ солҳои 1875-1899 дар қироати Абдурашид Хоҷамқулов бишнавед. گرچند اولها عینی از کتاب‌های تعلیمی و درسی اولی علم و بدان چیزی درستی را نمی‌فهمید و حتی فرموده‌های استاد خود خطیب را توتیوار تکرار می‌کرد، ولی تدریجاً بعد از تحصیل و خوانشش چی در مکتب کهنه مکتبدار، چی بعد از ختم مکتب دخترکانه بیبی خلیفه، چی تعلیم و تربیهش در نزد خطیب مسجد دیهه ساکتری و چی مدد دائمی پدرش، تدریجاً سواد خود را می برارد. همین طور عینی بعد از مهنت و زحمت زیاد، چی در هنگام تحصیل در هر دو مکتب دیهه ساکتری، چی تعلیم در نزد خطیب مسجد دیهه و چی با مدد پدرش امکان پیدا می کند که در مدت 5 سال خط و سواد برآورد. در نتیجه او با تأثیر خطیب و مخصوصاً پدرش با خواندن و مطالعه کتاب‌های جداگانه از خود نمودن ابجد و خواندن شعرهای تاجیکی ذوق پیدا می کند. در این مسئله، یعنی در مسئله خط و سوادناک شوی عینی، مقام پدرش خیلی زیاد بود و خود او در این باره چنین اظهار عقیده نموده است: در همه آن درسخانه ها و مکتب خانه ها تنها 2 چیز به من خوب تأثیر کرده بود. یکی از اینها حساب ابجد بود. آن حساب را پدرم در وقت ابجدخوانی هم یاد داده بود. دوم، از خواندن شعرهای تاجیکی ذوق می گرفتم. هرچند در آن وقتها معنی آن شعرها را پره نفهمم، هم آهنگ آنها به من بسیار معقول شده بود و غزلهایی را که از یاد کرده بودم در تنهایی زمزمه می کردم و ذوقم بالا می رفت. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6، صحیفه های 106-107. در حقیقت غیر از خطیب مسجد، پدری صدرالدین سید مراد خواجه هر شب بعد از شام تا خفتن، یعنی 1 ساعت، با پسرش مشغولیت می گذرانید. او را اولی علم یاد می داد، ابجد می آموزاند، شعر می خواند و مانند آنها. او در این مدت به پسرش ابجد را تا آخرش با حسابش یاد می داد و صدرالدین تخمیناً در مدت 1 ماه با حرفهای ابجد شناس کردید. عینی اول یک زیاد شدن حرفهای نخستین را تا 10، پس از آن 10 زیاد شدن حرفهای من بعد را تا 100 و بعد از آن 100 زیاد شدن حرفهای آخر را تا 1000 از خود می کند. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 5، صحیفه های 88-89. دانش چقور صدرالدین خردسال را در ابجددانی در مسابقه او با ملا بچه کم سواد ولی پهلوانی که در بخارا تحصیل علم مدرسگی می کرده است اثبات کردن ممکن است. این ملا بچه
در گوشتگیری رسمی خود را مغلوب ناپذیر حساب می نمود. ولی همچون ملا بچه مدرسه از حساب ابجد چیزی را نمی دانست. او در نتیجه در مسابقه ابجددانی از صدرالدین 8 ساله شرمنده‌بار مغلوب می گردد. از این موادی ترجمه حالی معلوم می گردد که عینی در سن 8 سالگی که به سال 1883 راست می آید با علم ابجد پرره شناس بوده است. بعد از آن که صدرالدین نورس با مدد بی خلیفه بعد خطیب دیهه و مخصوصاً پدرش اولی علم و بدان را ختم نمود، حساب ابجد را نیز خوب آموخت و سوره های قرآن را آهسته آهسته خوانده می توانستگی شد. او بعد از این از پدرش باز یک چیزی بسیار غلطی را یاد گرفت. این یک چیزی بسیار غلطی امکانی با 9 رقم و 1 صفر حسابهای تمام دنیا را یاد گرفتن بود. صدرالدین عینی کلیات جلد 5 صفحه های 88-89. عینی این طرز تعلیم حساب را به خودش از جانب پدرش این طور به قلم داده است. پدرم به کار در آمد. اول رقم های 9 گانه را یگان یگان نوشته به من نشان داد. در هر روز 1 رقم را نشان می داد و بعد از آن 0 0 را به من نشان داده آن را هم شناسانید. بعد با 1 0 10 شدن 1 را یاد داد و با همین طریقه تا آخری 9 رقم دوام کرد. صدرالدین عینی کلیات جلد 5 صفحه 89. باید تأکید کرد که در بین تمام آن دستور و موادهای تعلیمی مکتبی به عینی بیشتر 2 چیز، حساب ابجد و خواندن شعرهای تاجیکی معقول بودند. بعدها رفته رفته او چی در اسلوب و رویه اشعاری تاریخ داشته و چی در سبک نظم کلاسیکی اولها تقلیدکارانه، بعدتر پیروانه و در آخران مستقلانه هم به ایجاد و آفرینش شعرهای حساب ابجد داشته تاریخ‌ها و هم اشعار خاص خود مشغول می شود. همه اینها به آن آوردند که بعدها عینی در هنگام ایجاد اثرهای منظوم همین دانش چقورش را عاید به حساب ابجد و رقمهای هندی استفاده برده با حساب ابجد چندین مرثیه، قصیده، غزل و قطعه، تاریخ و دیگر نمونه های اشعاری گوناگون موضوع و بلند صنعت می آفرد. بی مبالغه تأکید کردن لازم است که از بین آن 2 چیز، حساب ابجد و خواندن شعرهای تاجیکی، از سالهای اولی تحصیلش مخصوصاً از مکتب دخترکانه سر کرده از همه زیادتر دقت صدرالدین خردسال را مطالعه، خواندن و قرائت و زمزمه اشعاری سرآمدان بزرگ نظم فارس تاجیک، مخصوصاً غزلیات خواجه حافظ و بعدتر سعدی، بیدل، کمال خوجندی، صایب، هلالی، نوایی، فضولی و دیگران به خود جلب می کردند. او هنگام تحصیل در مکتب دخترکانه بی خلیفه هرچند از درست فهمیدن معنی و مضمون شعرهای مطالعه کردهش بی بهره می ماند، ولی به مطالعه، خواندن و از یاد کردن شعرهای خواندهش ذوق کلان پیدا کرده بود. خود عینی در این باره چنین نوشته بود: اما شعرها را دوست می داشتم. هرچند معنیهای آنها را درست نفهمم هم آهنگ آنها به من گوارا می نمود و به یاد کرده خوانده گشتن بعضی شعرها کوشش می کردم. سعدی، حافظ، بیدل، صایب، نوایی و فضولی بر این شاعرهای گذشته را ولی و شعرگویی آنها را
از جمله کرامات آنها می شمردم. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 1، صفحه 10. عینی در هنگام تحصیل در مکتب دخترکانه با مدد هم مکتبش حبیبه مخصوصاً به مطالعه و خوانش و از برنمایی غزلیات خواجه حافظ ذوق و شوق و میل زیاد پیدا می کند. از جمله آن شعرهای خواجه حافظ را که حبیبه به او می خواند و در عین زمان معنی عشقی آنها را شرح می داد و می فهماند و حتی بعضی اشان را با آواز حزین دخترانه مانند سازندگان زمزمه می کرد، به او تأثیری کلان می رسانیدند. بعدها عینی آن دقیقه و ساعتهای مطالعه و شرح و توضیح غزلهای جداگانه حافظ را در مکتب دخترکانه چی از جانبی خودش و چی از جانب حبیبه به خاطر آورده، چطور درک کردنی مضمون و معنی آنها را با صمیمیت قید می کند و آن لحظه ها را با احساسات و احتراساتی چقور این طور به خاطر می آورد. آن غزلهایی را که از یاد کرده بودم در تنهایی زمزمه می کردم و ذوقم بالا می رفت. خصوصاً آن شعرهایی که حبیبه معنی عشقی آنها را به من فهمانده و مخصوصاً آن غزلهایی که آن دختر در مکتب با آوازی حزین مانندی سازندگان خوانده بود به من بسیار تأثیر می کردند. در وقتی که من آن غزلها را دوباره می خواندم، همان حالت حبیبه به پیش چشمم آمده مرا به یک کیفیتی محزونانه گوارا می انداخت و در پس آن واقعی به جانان رسیدن جان حبیبه به یادم می آمد. هیکلی آن دختری پری پیکری نازک اندام به نظرم به شکل یک قهرمان افسانوی مجسم می گردید و این حالت به دلم چنان تأثیر می کرد که در سرم سودای آن گونه قهرمان شدن، دست از طلب نداشتن می افتاد. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6، صفحه 107. همین طور ماه تا ماه و سال تا سال میل عینی به خواندن و زمزمه نمودن شعرهای شاعران بزرگی گذشته و مخصوصاً غزل سرایان مشهور می افزاید. برای این او را لازم می آید که خط و سواد کافی برآورد و آثار آنها را بیش از بیش و بیش از پیش مطالعه نماید. علاوه بر این، پس از این برای آزادانه خواندن و مطالعه کردن دیوانها، مجموعه های اشعار و بیازها از جمله قرائت شعرهای حافظ، سعدی، بیدل، صایب، نوایی و دیگران، به صدرالدین عینی لازم می آمد که شعرهای آن شاعران را درست، روان و آهنگناک و آزادانه خواند. در این کار مددگاری اساسی او پدرش سید مراد خواجه بود. چنان که در بالا تأکید گردید، صدرالدین 10 ساله
گرچند مکتب بی خلیفه را تمام نموده، بعضی کتاب‌های تعلیمی را قرائت کرده، حساب ابجد، خواندن شعرهای تاجیکی و رقم 9گانه حساب هندی را از پدرش آموخته باشد، بعضی غزلهای خواجه حافظ را خوانده، مطالعه و حفظ نموده باشد، حالا هم خط‌نویسی را پره یاد نگرفته بود و قریب حرفها را نوشته نمی توانست. بنابر همین پدرش سید مراد خواجه در همان سن 10 سالگی پسرش صدرالدین در سال 1885 برای خط‌نویسی را آموختن و از خود کردنش قلم چوب و سیاهی آب و کاغذ خاک و مستر خس، به این اسباب نالایق چگونه خط نویسد کس. گویان پیش از سر کردن خط مشق کنی برای او از بازار خشتوان یک قلمدان که محصول کاری میرعادل صحاف هنرمندترین خشتوان بود، 2 نوع قلم، یک قلم تراش، یک قلم قط، یک جزگیر میشی، یک بنچه لاس و 4 تخته کاغذ مشقی خوقندی می خرد و به او تقدیم می نماید. همین طور عینی از 10 سالگیش جداً به خط مشق کنی آغاز می نماید تا که با همین هم خط نویسی را یاد گیرد، هم شعرهای دیده و شنیده اش را خواند و از یاد کند و هم نوشته گیرد. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6، صفحه 113. تا چی اندازه به نوشتن حرفها، به خط مشق کنی، به شعرخوانی و شعر یاد کنی و نوشته گرفتن شعرها میل و هوس بی اندازه داشتن عینی را از واقعی به چاه خندق مانند دراز شکل افتادن قلمدان جانانه اش از غم و اندوه و علم به درون چاه در آمده نتوانستنش و مانند مادرانی فرزند مرده که در سر قبر او نشسته زار زار می گریند، بر لب چاه نشسته با های های به گریه در آمدنش و به او مدد رسانی یک راه گذر را خود او در جمله های ذیل خیلی صمیمانه بیان کرده است. یک راه گذر پیشم آمده سبب گریم را پرسید. من حقاس زنان واقعی قلمدان را گفته دادم. او لباسش را کشیدن گرفته، گریه نکن، با گریه تو قلمدان از چاه نمی براید، من برآورده می دهم گفت. من قدر آرام گرفتم. او جامه، سله و کفشش را کشیده، پایش را بر بالای دیوارچه مانده، تنی به کرته به سری چاه رفت و به پله پاره هایی که در وقت کندن چاه در 2 طرف دیوارش شکافته مانده بودند پا مانده به درون چاه فرآمد و در 1 دقیقه قلمدان را به نیفه ایزارش بند کرده برآورده داد. اکنون خرسندی مرا پایان نبود. در 1 روز بلکه در 1 ساعت 1 قلمدان مرا 2 بار از حد زیاد خرسند کرده بود. من از پدرم به سبب به 1 تنگه 15 تین خریده دادن این قلمدان چقدر خرسند شده باشم، از این آدمی ناشناس از وی زیادتر خرسند و منتدار شده بودم. زیرا کسی که به من این قلمدان را خریده داده بود پدری من بود. من حق داشتم که هر چیز را و از این جمله قلمدان را از وی طلب کنم. اما این آدم
به من هیچ علاقه نداشت. حتی یک شناس کوچگی هم نبود. با وجود این همه نیکی را کرد. من با وجود خردسالی اینها را می فهمیدم و با حسیات منتداری به هیجان آمده بودم. حیفا از خردسالی نمی دانستم که به او چگونه اظهار منتداری کردن در کار است و نمی توانستم که این حسیات خود را بیان نمایم. تنها چشمانی نوکک با اندوهی بی پایان گریسته ایستاده خود را با آستین پاک کرده به آن آدم تبسم کنان می نگریستم که نه تنها لبانم حتی چشمانم هم با حسیات منتداری تبسم کنان می درخشیدند. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6، صفحه های 114-115. جمله های بالا درسی بزرگ و پرقیمتی انسان و انسان دوستی برای هزارها هزار نسل‌های امروزه و آینده خلق تاجیک شده می توانند. در اینجا عقیده به مدد درماندگان، حاضر گردیدن هر یک فردی سالم عقل و صالح عمل، سلامت و بردم، خوشفکر و پاک اخلاقی شناس و ناشناس و با مهر و شفقت و با تبسم و دلصافی حسیات خود را بیان کردن آدمان را بر اعلی مشاهده کردن ممکن است. بعد خواننده روشن تصور می کند که صدرالدین 10 ساله تا چه اندازه به خط مشق کنی ذوق داشته است که مال گم کرده اش را قلمدان جاناجانم می شمارد و گم کردن آن را به مثل مادرانی فرزند مرده که در سر قبر فرزندشان زار زار می گیریند، مثل آنها حقاس زنان زار زار گریه می نماید. در زمان حاضر و آینده مقداری چنین بچه های علم و معرفت دوست را باید زیاد نماییم. آدمان ناشناس باید به مدد دیگران در ضروریت حاضر شوند. به جای گریه و لابه در بین مردم تبسم و حسیات منتداری طنین انداز باشد. با همین صدرالدین 10 ساله به خط نویسی و خط مشق کنی آغاز می نماید. او مقصد داشته است که بعد از بی خطی رها یافتن و خط نویسی را یاد گرفتن هم به شعرخوانی و شعر یاد کنی شغل کند و هم شعرهای دیده و شنیده اش را نوشته گیرد. او مقصد و میلی از بی خطی رهایابی خیش را به آگه شویش از خبری که پدرش سید مراد خواجه نیز شعر گفته است و اگر او کوشش کند و چیزی بسیار خواند شاعر شده می تواند، سخت علاقمند می کند. اثبات این فکر مکالمه و مصاحبه و سوال و پاسخ پسر صدرالدین به پدر سید مراد خواجه راجع به مسئله های با کدام راه شاعر شدن این و یا آن آدم شده می تواند. انا جزء از آن مصاحبه و سوال و جواب که تخمیناً بعد از سال 1886 به وقوع پیوسته است و آن صدرالدین دوران شباب را جداً اول به سوی نظم و بعدتر به سوی نثر بدیعی و در آخر عموماً به میدان ادبیات جهان آورانده است. مگر در زمان ما از غیر ولی بودن هم شعر گفتن ممکن است؟ البته برای شعر گفتن
نه زمان شرط است و نه ولی بودن. من هم در تاریخی بینای نوی ایوانی مسجدی خودمان یک شعری تاریخی گفتم، گویام این بیت را خواند: به سالی مرغ این ایوان بنا شد، بده با مرغی او تو آب و دانه. و گفت اگر کلمه مرغ را به حساب ابجد حساب کرده، به وی شماره حرفهای آب و دانه را ضم کنی، سنه 1303 1886 می براید که سالی بینای این ایوان است. من که چنان که در مکتب کهنه گفتم حساب ابجد را یاد گرفتگی بودم، این گپ‌های پدرم را به زودی و آسانی فهمیدم و هم حساب کرده دیده در عمل درست بودنی آن قول را دانستم. شعرهای دیگر هم گفته اید؟ من پرسیدم. نه، گفت پدرم. یک بیت دیگر در تاریخ گفتم که در موردی دیگر به تو خوانده می دهم. هرچند کوشش کرده باشم هم شعری دیگر گفته نتوانستم. اما تو کوشش کنی و چیزی بسیار خوانی، شاعر می شوی. این مصاحبه در حیات من، در حیات ادبی و هم در حیات کاردوستی من بسیار تأثیری کلان کرد. من از اول زیادتر به شعرخوانی و شعر یاد کنی شغل کردم و در این ضمن سوادم هم برآمد. من می خواستم که شعرهای دیده و شنیده ام را نوشته گیرم، اما بی خطیم به این مقصد مانع بود. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 1، صفحه های 12-13. از این مکالمه پدر و پسر معلوم می گردد که خودی سید مراد خواجه شوق و هوس به ایجادی بدیعی داشته است و پسری خود صدرالدین را هم به شعر ایجاد کنی تلقین می کرده است. از جانب دیگر خودی صدرالدین نورس از این ذوق پدرش به شعرگویی به وجد آمده در جاده شعر و شاعری زحمت کشیدن را وظیفه آینده خیش می شمارد. با همین منوال سید مراد خواجه پسرش صدرالدین را در سال تعطیل 1886 به نزد پسری عمکش هدایه خواجه، سید اکبر خواجه که با سید محی الدین خواجه در مدرسه بخارا می خواند و خیلی خوشخط بود و به تعطیل به ساکتری آمده بود، برای ختمش کنی می گذارد. همین طور صدرالدین نورس یکمین بار از سید اکبر خواجه به طور جدی طرزی درست و صحیح نوشتن حرفها را می آموزد. شما گفتار نهم را از روی کتاب ادبیات شناسی ورزیده و منقد برجسته تاجیک صاحب تبرف زندگی نامه صدرالدین عینی سالهای 1875-1899 در قرائت عبدالرشید خوجمقولов شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.